من توی شهرستان به فرودگاه رسیدم، یه راننده اومد دنبالم که ما رو تا هتل ببره. بله. اینجوری بود موقع رانندگی، همش منو نگاه می‌کرد. میگفتم تو رو خدا جلو رو نگاه کن. میخندید. میگفتم ببخشید هتل کجاست؟ گفتم من هتل میخوام. خیلی باحالیه. تعریف میکرد. بعد من استرس مردم تا زمانی که به هتل برسیم. یه 2-3 سال پیش من یه جایی با ماشین دور زدم که نباید دور، یعنی واقعا نمیدونستم نباید دور بزنم. تا دور زدم یکی از سربازهای محترم و عزیز راهنمایی تابلو رو تکون داد و گفت بزن کنار. من یه ذره جلوتر واسطادم، اومد سمت من تا رسید به من اینجا که خدا شاهده. گفتم سلام، خوبی عزیزم؟ آره خوبه. تو بهتری؟ آره که ماشین جریمه شدی. تا آخر خندید و جریمه‌ام کردم. اولین باری بود که من جریمه می‌شدم.